نمور یاشار بیادر نمور. تو بکدی نه؟ خداوند برای زندگی دوباره داد. ببین یاشار بیادر نمرد، دوباره زندگی میکنه. ببین بیادرم نمرد میکنن نمیمورن، دوباره زنده شد. یاشار بیادر نمرده، زنده است. یاشار بیادر تو به زندگی برگشتی. من امبولانس خواستی مال خود رسید. مرا چی شده بود؟ بار دیگه از اون مواد اصلا استفاده نمیکنم. تو مواد استفاده کردی ها؟ تو خود توبه کرده بودی؟ نه که توبه نکردی، توبه شکستندی. توبه کردی. خدا داد. خداوند تو رو با مرمان کرد. زنده باشی. صحیح. تو خود خسته نساز. حالا امبولانس میرسه، درست است؟ حالا او میرسه. صحیح. عزلم تو کجا بودی؟ وقت زنگام میزنم جواب نمیدی. علی جان کجاست؟ علی جان در خانه مادرم است. به خاطر چی؟ او خونه میخواست کنجا بره. از اونجا میترسید؟ بله میترسید علی. به خاطر که فکر میکرد اگه اینجا باشه باز تو را از آدمای بد نجات میدی. اما کسی را که بچیم قهرمان فکر میکرد کاکا علیش رفته با قاتل بیادرش غم شریکی میکنه. علی تو هیچ ازی کارایت پشیمون نیستی و منصرفم نمیشی؟ بیبی عزلم این موضوعی قصه نیست. صبر کو هنوز خلاص نشده. با او قهرمانیانه کاکا علیش بچه‌ایش یک ذره ارزش نداشت. بد نیست که رفتی سر دختر قاتل بچه‌ت عاشق شدی علی. یام کفایت نکرد. ای بس نبود که رفتی امرای و عروسیام کردی. این کارایت به خاطر محافظت از او بود؟ به خاطر که او دختره در زندگیت حفظ کنی طرف چشمایم دیده برم دروغ گفتی. میخواستم برات بگویم عزلم، منتظر خوب شدن علی جان بودم. هوش کنی نقشه یک پدر خوبه پیش ما بازی نکنی. فراموش نکنی که یک بچه دگام داشتی و تو ده حق و بزرگترین خیانت کردی علی. برات گفته بودم که اگه از من چیز را پت میکنی باز میفهمی که کتی چی میکنی. سبا بعد از عملیات علی جان از زندگی ما خارج میشی. بار دیگه هیچ وقت تو را نمیبینی. نه عزلم نه، این کارا نمیتونی. بچه ما بار دیگه از من دور ساختن نمیتونی. این کارا من نکردی، این کارا تو کردی. کاملا وقتش از بگو دیگه. حالا دختر مادر من گفته نمیتونم. پدر. بله جانم. میوه میخورین؟ نه جانم حالا نمیخورم. چی کنم مادر؟ گپه تیر نکو دختر، حالا بگو. پدر. بله دخترم. چای میخورین؟ اول تو چیزی که میخوایی بگویی بگو، بعد از او باز چای میخوریم. میبینم که از شام کوشش میکنی که میخوایی چیزی بگویی. بگو. راستش چی؟ پیلوت به دختر ما پیشنهاد ازدواج کرد علی خان جان. حالا دیگه دوی گو یه خبر خوشه برم بگو. نمیفهمم آقا علیحان چی گفته باشه.
جمعی که برش گفتن نتونست تاله. تو برش چی جواب دادی؟ چی گفتی؟ بله گفتم. یعنی که بله گفتی؟ بدونی که از ما پرسان کنی، بدونی که لازم ببینی که در پدرت مشوره کنی، بله گفتی؟ نه خیر علی آنجا، دختر ما دوستش داره، باید به او بچه میگفت ولی از خدا. ما کت دخترم گپ میزنم، لطفاً دخالت نکو. پیلوت حال کجاست؟ پدر کجاست؟ در پایین پیش دروازه منتظر است. نترس. پیلوت شب خیر آقا لیان. تو از دخترم خواستگاری کردی؟ چی ما بله، البته اگه شما کدام مشکلی نداشته باشین باز. دارم محترم. مشکل دارم. باشیم دخترم قسم خواستگاری میشه، نه که تو در کدام کوته سرای کلان شدی، ولی از خدا با ادب و احترام بزرگایت امرایت گرفته بیا و دختر خواستگاری کو. فقط قسمی که وعده داده بودی این کارای اصلا ریلا کرده باشی، از این بازی مافیایی منصرف شده باشی، در صورت یک وقت مناسب بزرگایت گرفته با خواستگاری دخترم بیا. ببخشین ما یک دفعه احساساتی شدم از خاطر. در صورت خیلی من چی کنم؟ ما چی کنم؟ با نظر ما حال برو. پس میرم. در صورت خیلی من میرم، حالا البته که باید برم. خب ما چی وقت باید پس بیام امروی خانواده؟ گفتم خود یک وقت مناسب بزرگایت گرفته بیا. البته اما قسم میکنم بیازو لازم است که باید اما قسم یک چیز شود. درست است، من خیال میرم دیگه. با شما هم شب خوش میخوایم. خوش شدم. مرام دستکته. درست است، آرام باشی. شب خیر. بچه برنده شدی. کل چیز بسیار خوب است. پس میایم. او میایه، اما تو نیز دخترم به خاطر جنگ کردن خو. میایم مادر. علی اگه بچه خدا بار دیگه نبینم او را دن سفرات تنها نمیمانه. خدایا هزار بار شکرت. علی جان؟ کاکا علی؟ برام بگو چطور هستی؟ میترسم. دست من محکم میگیری؟
توبه خدایا. تو خود گفته بودی وقتی دستت گرفتم هیچ به دردم نخورد. جان تو هنوزم درد میکرد و تو به او خاطر که ما کار کرده بودی. خیره دیگه، حالا خب میخوایم دست مرا محکم بگیری. البته که میگیرم. اما به تو یک چیز بگویم. هیچ ضرور نیست که بترسی، به خاطر که تو را هیچ چیز نمیشه علی جان. کاکالی، حالا که من میترسم باز مثل شما قهرمان شده نمیتونم. به تو یک روز بگویم علی جان، در اصل هر کس قهرمان یگان کس دیگه است. من هستم؟ بله، تو هم میفهمی که قهرمان کی هستی؟ از مادرت. همه قسم است؟ البته و قهرمان ما هستی. اما من قهرمانی تو چی تو شده میتونم؟ به خاطر که قهرمان کسی شوی لازم نیست که حتما با بدیا مبارزه کده خوبی ها رو نجات بدی. قهرمان های واقعی میفهمی که کی هستن؟ در لحظه که هیچ چیز نداری، در لحظه که هیچ امید نداری، کسایی که دست خود به تو دراز کده و به تو سرپناه میشن و کسی که او دست هیچ وقت اعلان نمیکنه. توی قسم دست مرا محکم میگیرینی و مرا قهرمانتون میگی. در صورت تو هم قهرمان من هستی. با او خاطر علی جان گوش کنی هیچ وقت منصرف نشی، ولو هر چیزی که میشه شود. هر قدرم که میترسی بترس، هیچ وقت منصرف نشی. حالا قهرمان شناختی؟ بله، خوب دیگه آماده هستین؟ آماده هستیم. دکتر صاحب، بچه‌م چطور است؟ کل چیز بدون مشکل گذشت. بعد از این به امر خدا وقت خوب شدنش هست انشالله. خدایا هزار بار شکر. خداوندا هزار بار شکر. علی جان تا چند دقیقه دیگه بیرون میکنه. شفا باشه. دکتر صاحب از شما بسیار زیاد تشکر.
علی؟ سیفدا درست است. دست به کار شو. کاش که یکان چیز میخوردین و مینوشیدین. چند روز شده که هیچ چیز نخوردین. اسلحه‌ای را که پدرم مکت زده بودن پیدا کردن. اما من کوکسالانه میخواستم علی را بزنم. سیفدا کوکسال یک دفعه خود در پیشوی علی انداخت. آه کوکسال، آه کوکسال، چه قسم. های سعی سما چرا؟ کی برات گفت؟ پیش پلیس رفته بودم. پرسان کردم که خودم پیشرفتی شده یا نی. خب قاتل کی هست؟ نمیفهمم. از اثر انگشتی که سر اسلحه هست من پیدا میکنن که اون نفر کی است. حالا ما یک جلسه دارم. وقتی که اونجا رفتم باز پیش پلیس ها میرم. قاتل حتما پیدا میکنم. چطور امکان داره؟ چطور امکان داره؟ اویگار یا کجا میری؟ من تنها میرم سار. چطور امکان داره؟ چطور تفنگچه را پیدا کردن؟ اینا ای خدا اینجاست. پیداش نکردن. با آخر راه رسیدی اویگار. تو کت سیفدا ای کار یک جای پلان کرده بودین نه؟ کت ما بازی کردین احمق. سیفدا؟ چی میکنی دخترم؟ آماده شوین مادر، ما میریم. به خاطر چی؟ در خانه قاتل شوهرتون خونه میخواین زندگی کنین، هموت نیست؟ او را ما نکشتیم. کارت دیگه خلاص شد اویگار. صبر کن.
کارایی را که کردی فکر کردی که پوت میمونه سگ بیشرف. تو را زنده دفن میکنم. صبر کن. گفتم صبر کن. صبر کن. ما او را نکشتیم. صبر کن. هرچی که میخوایی میکنم. کاکایم یک راز درباره تو گفته بود. با او زار دادن. پیش از گفتن مرد. ما میفهمم که راز او چی است. اگر تو مرا نکشی باز برات میگم که بیادرت کیست علی. اگه به خاطر که از دستم نجات پیدا کنی برم دروغ بگویی. دروغ نیست. کاکایم به ما گفته بود. کلی چیزا برای ما گفته بود. میگم که میفهمم. کاکایت برات چی گفت؟ بیادرم کی از زود شو برم بگو. هر چیزی را که میفهمی دانه دانه برم بگو. درست است میگم. اما اگه بگویم باز مرا خونه میکشی نه؟ تو در وضعیت نیستی که کت ما معامله کنی. حال هر چیزی را که میفهمی برم میگی. گپ بزن. درست است میگم. درست است. صبر کن میگم. قسمه که فکر میکنی قسمه که تو فکر میکنی بیادرت هیچ دور نیست. کاکای تو اینه چیزا برام گفته بود. بگو بیادرم کی است؟ درست است. بیادری تو. علی شما اینجا چی میکنه؟ از وقت کوکسال کشته شد در تعقیبی آدم بودیم. کل مکالمات تماسش تعقیب میکردم. منتظری بودم که اگه اشتباه کنه علی. کسره که میپالیدین همی است. با اسلحه که کوکسال کشته بود گیرش کردم. 54 مرکز میشنوی؟ باقی شب هم بان. نمیشه. پیش از او یگان گفتنی برم نداره. چی شده؟ میخوای چی بگویی؟ ای که بیادرم کی است؟ ای که کجا است؟ کلش دانه دانه میفهمه. علی ما نمیفهمیم اما ای از کجا بفهمه؟ نه که بگه پاش باور کردی؟ کاکاش برش گفته. حالا بگو برم بیادرم کی است و کجاست؟ حالا بگو چی را میفهمی برش بگو. من هیچ چیزی نمیفهمم. به خاطر که تو کلمه کدام کاری نکنی بازم مجبور شدم. یعنی دروغ گفتم. تو حاله برم دروغ میگی. گفتی که میفهمم بیادرم کی است. گفتی که میفهمم. حالا چرا نمیگی؟ نمیفهمم واقعا. به خاطر که مرا نکشی برای دروغ گفتم. دروغ میگی. گفتی کاکایم برم گفته. با بار آخر پرسان میکنم بیادرم کجاست؟ بیادرم کی است؟ درست است. کاکای میفهمید. مام اون وقت میفهمیدم که تو یک بیادر داری علی. از کاکایم پرسان کردم اما بریم نگفت. هیچ چیزی هم بریم نگفت. گفت معلومات قدرت است. گفت اگه بفهمی باز وقت به علیهش استادگی میکنی. بگو کی است؟ بگو کی است؟ نمیفهمم احمق. علی نمیفهمم دیگه. ایلاش کن. هوش کنی تا گپ نزده مانیم نشی. علی تو چی میکنی؟ نکی آدم هم میکشی ها؟ رای حلش همی است؟ گوش کن. ای میخواید تو را از نقطه ضعفت ضربه بزنه. بانش دیگه دقیقش نشو.
بگیرین ایراده موتر ببرین. کار خوبه کدی علی. جزای خودم میبینه. حالا تو پیش بچهت برو. دیگه ایشه با ما بان. پنجاه و چهار مرکز میشنوی؟ بندی نمیشم. نه مرا بندی نمیتونن. طرف راست برو. پنجاه و چهار مرکز میشنوی؟ پایین شو. چی شده؟ چرا در اینجا استاد کردین؟ گپ نزن برو. کجا؟ تو مرا کجا میبری؟ فرادم شو گپ نزن. گفتم نه که کجا میری، مرا کجا میبری بیشرف؟ میخواین چی کنین؟ جواب بده. زود جواب بده. چی گپ است؟ مرا از دست علی نجات دادی نه؟ نه که حالی تو میخوایی مرا بکشی؟ یک دقیقه تو چی میکنی؟ مرا کشته نمیتونی. این کار کردن نمیتونی. اگر فکر میکنی که مرا بکشی و راحت بوده میتونی، اشتباه میکنی. برات خود میگم نه، تمام اوراق پیشم است. کلش پات کردیم. اگر با ما کدام کاری کنی، علی از کل چیز خبر میشه. با خوبی برات میگم نکو. این کارا نکو. با نجات دادن ما بهترین کار کردی آقا کرد. راه فرار نداری اویگار. مستقیم به زندان میری. ما هیچ وقت به زندان مندان نمیرم. برات خود گفتم نه، مرا باید که نجات بدی. اگر مرا چیز شوه، باز هر دوی ما از بین میریم. ای که بیادرم کی است برم بگه. علی ما نمیفهمیم اما ای از کجا بفهمه؟ نه که بگه پایش باور کردی. تو هم کدام چیز پات میکنی آقا کرد. فعلا خود نمیفهمم اما به زودی پیدایش میکنم. زندانی میشی. با یک مدت زندانی میشی. با زود آزاد میشی. اگه تو ریلا کنم باز فکر میکنی علی پشت تو ریلا میکنه؟ احمق نشو. زندانی شدن تو حتمی از به خاطر کلی سر ما شک نکنه. دیگه انتخاب نداری. یا خود قبول میکنی یا قسمی که گفتی هر دوی ما از بین میریم. علی
خلاص شد همو تو نیست. از کابوس اویگار خلاص شدیم نی؟ خلاص شدیم سفده، خلاص شدیم. اویگار زندانی میشه و دیگه هیچ وقت آزاد نمیشه. یعنی از اویگار احمق نجات پیدا کردیم نی؟ بار دیگه در بین ما آمدن نمیتونه همو تو نیست. نه سفده، آمدن نمیتونه. نه اویگار و نه کسی دیگه. هیچ کس بین ما آمدن نمیتونه. هیچ کس نی؟ نوبت ماست. برنج زیاد بنداز. بیادر گفتم نوبت ماست. ما را گفتی؟ بله تو را گفتم. نیکی ما آدم نیستیم. در نوبت ماست محله. خدایا صبر بده. تو بنداز. بیادر بیبی این کارت به احترامی است. گفتی به احترامی است؟ احمق چقدر وقت میشه که اینجا هستی؟ یه احترام یاد نگرفتی؟ بارت یاد بتم؟ حالا گم شو. حالا پاش احمق. تو کتی ما چه قسم گپ میزنی؟ احمق. تو کی را احمق بگی؟ اینو بگی. تو کی را احمق میگی باچه؟ کی را میگی؟ اینو بگی بخو. بگی احمق. بازا پیشوریم نیا یگانه میکشمت. الهیم کو. کت اویگار به خاطر طلاق گرفتن به تمام شدن نتانستیم به همین خاطر طول کشید. اما زیاد طول کشید. او آدم قاتل پدرم است. چطور اجازه میدیم که با هم خانم شوهر باشیم؟ خانم صبر داشته باشین، محکمیش نزدیک است. همی که حکم صادر شده از هم جدا میشین. چرا قسم سیل میکنی؟ کتما میخوایی دو نیمه یک سیب باشیم دویگو؟ بله. خب ما چی وقت به خانه خود خریداری خواد کردیم؟ رومی و مرچا میخواستم بگیرم، لطفاً بتین. درست وقتی دست عشقم گرفتم میخواستم به عشق خود اعتراف کنم، همراه با او صدایی که از طرف یارم آمد دنیای ما ساختم. رومی مرچ و بادنجان سیاه، رومی و مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه. کاش که حس درون من واضح برات بیان کردم میتونستم. مثل دیوانه عاشق هستم، کاش که برات گفتم میتونستم. اون لحظه ای که چشم به چشم شدم گویا یک دفعه زبانم بند افتاد، گپ زدن نتونستم. در مقابلت همه چیزم از بین رفت. رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه. همه چیز به من خالی معلوم می شد وقتی من تو را محکم در آغوشم گرفتم، کل دنیای من ساخته شد. رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی مرچ بادنجان سیاه، رومی و مرچ بادنجان سیاه. کل چیز به من خالی معلوم میشه
من تو را دا خوشم میگیرم. خدا دادی تو چی میکنی؟ رومی و مرچ بادنجان سیاه. خدا داد چی میکنی؟ آهنگ میخونم. تو هم بخونی با هم یک جای میخونیم. مثل دویگو خواهر پیلوت بیادر با هم میخونیم. حالا دیگه نه تو بطنایی بخوان من میرم خدا داد. در یک لحظه کل دنیایم تاریک شد. رومی و مرچ بادنجان سیام رفت. زیاد منتظر ماندمت علی. انتظار کشیدن به خاطر تو زیباست. به خاطر که میفهمم بالاخره به تو میرسم. بیا. خب که وکیل گپ زدی؟ تا وقتی که گناه اویگار ثابت نشه قاضی ما را طلاق نمیده علی. ثابت میشه سیفدا. او آدم از زندان آزاد نمیشه. تشویش نکن. برآمده نمیتونه همو تو نیست؟ نه برآمده نمیتونه. خوب علی جان چطور شد؟ خوب است. که تو بودم. هیچ چیز باقی نمانده. ماشاءالله کاملا خوب است. خوب است. 1000 بار شکر. آی سرم از زیاد ناوقت شد علی. صبر کو. آی کم ناوقت بروده چی گپ است؟ نه نمیشه. بی از او به خاطر گفتم که وکیل ملاقات دارم برام اجازه دادن. اگه نی بد میشه. آی درست است. اگه کم ناوقت بری برات مشکل ایجاد میکنه سیفدا. رئیس میگی؟ نه او زیاد آدم خوب است. اگه ببینی تو هم زیاد خوشت میایه. از روزی که کار گرفتیم هر وقت اجازه گرفتیم برام داده زنده باشه. حالا نمیخوایم از نیکی و نیت خوب و آدم سوء استفاده کنم. بفهم سیفدای پاک دل من. ببین ایره خو میفهمی که مجبور نیستی گرسونی کنی سیفدا. به خاطر که زیاد خسته میشی. در این موضوع نمیشه زیاد سر فشار نبیاری علی. من خودم زیاد خوش هستم. درست است اما میتونی یک کار بهتر برات پیدا کنی. بیازو یک کار بهتری نمیکنم. کوشش میکنم بدونی که محتاج کسی باشم سر پای خودم استاد شوم. 1000 بار شکر. حالا بخی که ناوقت شد. درست است. حالا بریم. بیا که تو رو برسونم. بریم. نظر گرفته بودم. با خود گفتم وقت کلی جان خوب شد باز 10 طفل یتیمه از سر تا پا کلامه پوشانم دختر قندم. باید هر چیزو تری کاره بکنم. نواسیم خوب شده اما وضعیت دخترم انوزام خوب به نظر نمیرسه. اوف مادر. چی اوف مادر؟ به خاطر که امرای علی جنگ کردی یه قسم هستی نه دخترم؟ با غرورم صدمه میرسه مادر. من نمیخوایم که او دختره ببینه. هر کاریم میکنم مانی شده نمیتونم. در صورت باز میبینیم. علی میخوایم همراه رئیس معرفی شوی درست است؟ به نظرم حال ضرور نیست سیفدا. حالا که تو اینجا آمدیم دل من اشکنان لطفاً. تشویش تو هم رفت میشه که من پیش چی قسم یک انسان کار میکنم. هستم به تشویش خواستم. خب سعیس اما چی گفتم معرفی ما میکنی؟ دوست پسرم. دوست پسرت؟ بله مگه من دوست دخترتو نیستم؟ حتی صبر کن نامزدم گفتم معرفیت میکنم. بالاخره به هم دیگه وعده دادیم که دیگه هیچ وقت از هم دیگه جدا نمیشیم. حالا یک آدم خوب است کتش که معرفی شوی ازش خوشت میایه. اینجاست. آقا اورهان بیا. سلام. خوش آمدین. ای آقای محترم کی است؟ علی اوروغلو رئیس مقا اورهان هستن. مشرف شدم آقا. مام
خانم سیفدا شما به خاطر چی آمدین؟ نیکی وقت آمدم. واقعا معذرت میخوایم، متوجه نیستم. وعده میدم دیگه تکرار نمیشه. وعده میدم. نه من به شما امروز رخصت داده بودم. از اون خاطر گفتم اگه ببینین خانم آیفر اینجا از کمکم میکنه. من نشنیده بودم. معذرت میخوایم. بسیار زیاد تشکر. دستم زنده باش. خواهش میکنم. ببین تو هم ناخور خطا میشی سیفدا. کمی هموته شد. حالا که آمدیم که تا خانم آیفر کمی کمک میکنم. تو هم چند دقیقه منتظر باش. درست است؟ صحیح است. خوب است. ما و قالی با هم یک قهوه مزه‌دار میخوریم. اما تو نیست. خوب بشه خارهان. در این صورت براتون قهوه میارم. مهربونی. اشتباه از تو است. بعد از اینکه پیوند استخوان داده شد نباید طفله به اون نشان میدادی. علی جان، کاکا علی گفته میرفت. من چی میکردم مادر؟ در ضمن علی یک روزم از شفاخانه بیرون نبرامد. از شفاخانه نبرامده بود اما از دخترام جدا نشد. منظورتان چی است مادر؟ پدر او دختر بچه تا کشته. بچه تو علی را. با وجوده که علی میفهمید از او دختر منصرف نشد. Su gibi çal